سلام. انحلال سپاه پاسداران این خواسته است که هر چی جلوتر میریم داره بیشتر در سطح جامعه مطرح میشه. قضیه اونقدر بالا گرفته که همین اخیراً مجبور شدن نزدیک 3 هفته براش برنامه بذارن تا شبهاتی که راجع به موجودیت سپاه به وجود اومده رو ماله‌کشی کنند. من یه سوالی تو ذهنم هست و اون هم خود چیزی به نام سپاه پاسداران هست، یعنی پدیده‌ای که تقریبا نظیرش در دنیا نیست و خودش یک پدیده عجیب غریبیه که در تعریف نمیاد. از یک طرف یک قوای ارتشی با همه مجموعه نیروهای چهارگانه است، از یک طرف یک سرویس امنیتی است و ضابط قضایی است، از یک طرف نیروی قدس رو داره و کارهای برون مرزیش از فیلم و کتاب و سریال دست داره تا شعر و موسیقی، از مدیریت پالایشگاه ورود کرده تا کارهای عمرانی و ساختاری و قرارگاه خاتم. چیزی که نه فقط به عنوان نیروی ارتشی، چیزی که در اداره کشور سهم داره در شورش. اصلا خود پدیده سپاه، یعنی ما راجع به یک نیروی ارتشی کلاسیک دنیا صحبت نمی‌کنیم، یک چیز مختص جمهوری اسلامی. یک بخش این خودش چقدر به نظر شما قرار بوده سپاه چنین چیزی باشه؟ مسئله مهم سرمایه اجتماعی خیلی مهمه. و اینکه برای حوادث ایجاد شده، مثلا حوادث آباما، قضیه شلیک به هواپیما اوکراینی، سپاه خیلی آسیب دید. چرا مثل گذشته عضویت در بسیج میان مردم ما در اکثر مردم ما افتخار نیست که امروز اکثر مراکزی که متعلق به بسیج به نظر من خلوته. برای پاسخ به این سوالات کی رو آوردن؟ یه پاسدار تروریست دبش با کارنامه سیاه از انفجارات برون مرزی. مثلا یه نمونهش انفجار مقر نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان. این چیزایی تو این مایه‌ها تو رزومش داره. حدود 21 سال داشت که وارد سپاه پاسداران شد. خیلی طول نکشید که مسئولیت معاون اطلاعات و عملیات لشکر را بر عهده گرفت. عمده فعالیتش در ابتدا در سپاه بدر بود، اما خیلی زود و در اواسط دهه 60 به لبنان رفت و به عضویت سپاه قدس درآمد. بخشی از فعالیت‌های سردار نقبی معطوف به فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی بوده است. او کارنامه‌ای درخشان در فعالیت‌های برون مرزی هم دارد. حالا این موجود که نشسته اونجا اصلاً کاری به مقوله‌ای به اسم واقعیت نداره. یعنی کلا مغزش اگر چیزی داشته باشه و اون دنیای ذهنیش هیچ فصل مشترکی با دنیای حقیقی نداره. یعنی حرف که میزنه مال جهان دیگه است. شما این تیکر داشته باش. سپاه و بسیج یه نهادی هستند برخواسته از خود مردم که اومدن و یه ذره متمرکز شدن، منسجم شدن برای تمرکز کردن رو پاسداری از دستاوردهای خودشون. همه مردم الان پاسدار انقلابن از نظر ما. اولا این همه مردم میکنی، سپاه چه ربطی داره به مردم؟ تو اصلا اساسنامه سپاهت رو خوندی که چیه؟ ایناهاش. ماده 1 سپاه تحت فرماندهی مقام رهبری، یعنی همون ولی فقیه. مأموریتش چیه؟ ماده 2 مبارزه با عوامل و جریان‌هایی که در صدد براندازی نظام جمهوری اسلامی باشند. یعنی نه به خواست مردم عمل میکنه و نه از مردم حفاظت میکنه، بلکه برعکس عامل سرکوب مردمیه که علیه این نظام اعتراضی بکنند. اما بودجه‌شو از کی میگیره؟ از جیب مردم برمیداره. اون چیزی که فقط رسما از بودجه کشور بهش اختصاص میدن که هر سال هم داره افزایش پیدا میکنه 18315 میلیارد تومانه. یعنی 1.5 برابر بودجه رسمی ارتشه. ببین، یعنی همه جای دنیا یه بودجه نظامی دارن که میدن به ارتششون، اینجا علاوه بر ارتش 1.5 برابرش رو میدن به سپاه که چیکار کنه؟ همون مأموریت سرکوب مردم معترض. حالا ببینید که این پاسدار تروریست در مقابل سوالاتی که ازش میشه چجوری میبنده. که امروز اکثر مراکزی که متعلق به بسیج به نظر من خلوته و مردم از حضور خود پرداشون در بسیج اکثرا استقبال نمیگم نیستا، اکثرا استقبال نمیکنن. اینا رو شما پرداختهای ذهنی خودتون بود و یا نه از هیچ نظرسنجی و افکارسنجی و اطلاعاتی این گزارهایی که شما الان به ما مطرح کردید بیرون نیامده. ما هر سال بزرگترین افکارسنجی ایران رو داریم در سپاه، نظرسنجی میکنیم و به حمدالله
سپاه در صدر نهادها میدرخشه در افکار مردم و رأیی که منتشر هم کردید جایی؟ نه یعنی برای خودمون، برای که خودمون اصلاح کنیم، بریم تو کدوم شهری ازمون مشکل داریم، بریم اونجا رو ببینیم علتش چی بوده، ریشه‌یابی کنیم. پس تا اینجا نقدی که اینقدر دنبال نظرسنجی بود، نظرسنجی خودش رو منتشر نکرد. اما ما یک نظرسنجی داریم، همچی یه برش کوچیکی از جامعه که تصویر روشنی از میزان محبوبیت سپاه در بین مردم میده. البته این نظرسنجی یه فرق کوچیک هم با نظرسنجی پاستورا داره. اون هم این که آدما با خطر کردن حاضر شدن اینجا نظرشون رو بدن. تازه این جدا از همه انفجارهاییه که داره هر شب جلوی در پایگاه‌های بسیج و اماکن سپاه رخ میده و مردم از این طریق هم نظرشون نسبت به سپاه رو مستمراً نشون میدن. حالا در حالی که به قول اون بسیجیه پایگاه‌های بسیج سوت و کورن و سوسکا دارن توش گل کوچیک بازی میکنن، اما نقدی توی یک دنیای هپروتی سیر میکنه که توش بسیجی‌ها صف کشیدن برن سوریه. الان صف طولانی، اصرار، پافشاری بر حضور در جبهه‌های مقاومت تو خود سپاه تو بسیج یکی از چیزایی که ما رو همیشه آزار میده. پیامک‌ها، نامه‌ها، پیگیری‌هایی که جوانای همین سپاه و بسیج میان با اصرار میان ما بریم توی جبهه مقاومت. اینکه یه جماعتی صف کشیدن برن سوریه، این حرف رو حتی مار پیتون هم نمیتونه قورت بده، چون اگر قورت بده نمیتونه هضمش کنه. کی میره الان سوریه؟ وضع جامعه اینه الان. بی سابقه است این موج جدید مهاجرت از کشور که جوانای این مملکت به هر گورستونی، تو تاجیکستان، نمیدونم ارمنستان، به هر جای دیگری میخوان برن جز که تو کشور خودشون بمونن. چرا اینطوریه؟ چه عواملی باعث شده که جوونا فکر کنن که هر جای دیگری میتونه یه آینده بهتری رو براشون بجز کشور خودشون رقم بزنه؟ اما از یه جایی توی این گفتگو دیگه نقدی میره تو فاز کمدی استندآپ که واقعا کار مشکلیه بتونی حالت جدی جلوی دوربین این حرفا رو بزنی. ولذا انقلاب با سرعت مثل یه عطری که بوش میپیزه تو فضا همجوری رفته تا آخر دنیا. الان همه جا شما طرفدار دارید، همه جا پر از آدمایی هستن که شیفته انقلاب اسلامی هستن و حاضرن فداکاری بکنن و جان بدن برای انقلاب اسلامی. هیچ موقع در دنیا چنین نفوذی رو جمهوری اسلامی تو قلب‌ها نداشته. امروز انقلاب اسلامی قلب مردم رو فتح کرده. شما الان برو از اینجا تا کوههای هیمالایا ببین که تو اون ارتفاعات 5000 متری، تو روستاها، توی شیارها، تو دره‌ها چه خبر از عشق امام و عکس امام و عکس حضرت آقا. مرگ بر آمریکایی که انقلاب اسلامی پایه گذاشت تو همه شهرهای آمریکا داره، تو پایتخت آمریکا میگن مرگ بر آمریکا. پرچمی رو که اون به عنوان سمبل و نماد استکبار ملت ایران سوزوندن با آتش زدن، امروز تو خیابان‌های خود امریکا داره در پایتخت امریکا سوزونده میشه. به یه تلنگر بستن، یعنی لب مرزن. الان وضعیت امریکایی‌ها همین منتظر یه هوله کسی بندازشون پایین. محبوبیت در اوج، ما باید بریم ببینیم. سیل اومده بود توی یکی از کشورهای همسایه، بچه‌های بسیج جامعه پزشکی رفتن کمک. بعد برای من گزارششون رو میدادن، گفتن یه جایی تو اون وسط سیل 1 ساعت شاید بیشتر ما سوار قایق بودیم تا رسیدیم یه جایی که یه ذره بلند بود، یه دهاتی مونده بود. رفت در هر خونه‌ای وارد شدیم عکس آقا رو زدن تو اون نقطه دوردست وسط اون سیل. اینو با عشقش طرف زده توی خونشه، ساحل سازی که نیست. ببین این شما این عشقی که وجود داره و علاقه داره که قابل کتمان نیست. اینجا دیگه هیچ نیازی به سند و مدرک و نظرسنجی نداره. با یه خاطره موهوم از بسیجی‌های موهوم در یک روستای موهوم وسط سیل توی کشور موهوم ثابت شد که سپاه در اوج محبوبیته. بعد از این حرفا کلمه وقاحت دیگه کفشش رو آویزون کرد رفت پی کارش. اگر بحث سنجش محبوبیت باشه،
وضعیت شما توی منطقه اینه. بعد تازه توی لیست تروریستی هم که هستی، همه جای جهان هم که تحریمی، آقای اسپانسر اصلی تروریسم. حالا ببینیم این سپاه پاسداران که بودجه مملکت رو بالا میکشه و این همه دود و دم میکنه و گلادیاتور بازی در میاره که هر کی بزنه میزنم، وقتی که گندلاتشون رو کتلت کردن و ازش یک دست باقی گذاشتن چه غلطی کرد؟ حمله به عین‌الاسد بود. دشمن بارها مطرح کرد که در عین‌الاسد هیچ اتفاقی نیفتاده، پایگاهی خالی زده شده. سپاه هیچ فیلمی رو نکرد که از این حمله که انجام شد خب کی آسیب دید، چند نفر امریکایی مرد، چه آسیبی پایگاه نظامی امریکا خورد. من میخوام بگم چرا سپاه بس در شفافیت عملکردش مطلوب نیست. اولا که سپاه هیچ موقع از شفافیت گریز نداره. یه مسائلی هم نظامی هن. خب هیئت حاکمه امریکا و هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکراتی هر دوشون سرتای یک کرباسن، میشینن با هم تصمیم میگیرن که یه مسئله رو پنهان کنن. تمام و کمال رازداری رو به کار میبرن که به هیچ وجه از اون قبرستانی که اینا رو بردن دفن کردن تا اون بیمارستانی که اونا رو مجروح بستری کردن هیچ جایی هیچ اطلاعاتی درس پیدا نکنه. بعضیا مثل بسته چیپس میمونن که 80% باد هواست. 20 جمله حرف میزنه ولی هیچ جوابی کف دست طرف نمیذاره. چون میخواد با یه ویراش نرم هم پوز کشتن آمریکایی ها رو بده، هم دست خالیش رو نشه. اما خبر نداره که رئیسش درست در همین زمان در یک مکان دیگه به تو خالی بودن اون حمله داره اعتراف میکنه. ما حتی سربازان شما را در عین‌الاسد نکشتیم. بعضیا در ادعا گلادیاتور نشون میدن اما تو واقعیت کاریکاتورن. محصول 40 سال سپاه پاسداران جونور درنده‌ای به نام قاسم سلیمانی بود که وقتی زدن جسدش کردن، سقف قدرت‌نمایی سپاه تو انتقام‌جویی همین حمله پوشالی به عین‌الاسد بود که الان بعد از چند ماه دارن اعتراف میکنن که هیچی نبود، هیچی. خب همین بسیجا رو مسئله دار کرده. سردار سلیمانی یا همون حاج قاسم دلای مردم ایران به اون شکل ترور میشه و ما میبینیم که سربازای آمریکایی تو منطقه هستن، کارشون رو دارن انجام میدن و فقط صحبت از انتقام سخت مطرح میشه. انتقام سخت فقط اون عین‌الاسد اعلام اراده جمهوری اسلامی برای پاسخگویی بود. بنده میخوام به همین یه نوع اشاره اعلام کنم بود که آقا ما این به اصطلاح هستیم، انتقام ما حداقل اخراج امریکا از منطقه است. این یه زمانی مثلا یه عملیات یه جوری انجام می‌شده، امریکایی‌ها از یه کشوری هم در می‌رفتن، الان یه ذره اونا پیچیده شدن، زمان بره یه کارایی باید انجام بشه، هر دو طرف بالاخره یه کارایی یاد گرفتن، باید به موقع خودش این کار انجام بشه. چی شد؟ پس اونایی که اون موقع میگفتن عین‌الاسد عین‌الجسد کجا نران؟ بعد راستی اون 200 میلیون یورو که مجلس تصویب کرد برای انتقام سخت، اون تو جیب کی رفت؟ پس معلوم شد که این همه پولی که سپاه خرج شهر موشکی و رزمایش و تولید موشک زلزال و فاتح و قاهر و قاتل کرد، هیچ آبی برای عظما گرم نکرد. پس سپاه داره چه غلطی میکنه؟ اجبار دارن، باید مجبورن که در همه ابعاد از خودشون دفاع کنن. اگر حمله نظامی میشه، اگر حمله امنیتی میشه، اگر حمله فرهنگی میشه، اگر تو هر عرصه‌ای که به ما حمله بشه باید بتونن این مردم از خودشون دفاع کنن. بله، برای دفاع فرهنگی هم سپاه روش‌های بسیار مدرنی رو اتخاذ کرده، مثل کشیدن کابل اینترنت کشور در شرایط قیام یا فیلتر کردن همه شبکه‌های اجتماعی برای اینکه صدای مردم شنیده نشه، یا مثل این تصویر که مشاهده می‌کنید سنگسار نماد یوتیوب، یعنی دیدگاهش برای مقابله فرهنگی در فضای مجازی ادامه همون عملکردش در فضای حقیقیه که در اینجا پاسدار تروریست نقدی در حال سنگسار نماد یوتیوب مشاهده میشه.
یکی از مضحک‌ترین فرازهای مالکشی نقدی توی این گفتگو اشاره به عدم تمایل فرماندهان سپاه برای ظاهر شدن جلوی دوربینه. واقعا خب شاید من اینو از اخلاص بچه‌ها این فرمانده بودن دوست ندارن حقیقتش، یعنی یه حالتی مثلا ما خودمون می‌خوایم بیایم اینجا با 1000 تا سلام و صلوات و مثلا شاید استخاره و چیز دیگه بگیم بریم نریم، واقعا کسی دوست نداره خیلی بخواد طرح بشه، بیان بشه، مثلا به این مسائل رسیدگی بشه، رسانه‌ای بشه، مشغول کار خودشون هستن. افراد ما فرماندهان واقعا با یک اکراهی میخوان بپردازن به خودشون یا مثلا از عملکردشون دفاع کنن یا آمار ارقام بیان بدن. این در حد یه تکلیفی انجام میشه. الان که تو این تلویزیون پشم و شیشتون هر کانال که به شهرخونی یه پاسدار ریشو وایستاده داره از کاراش تعریف میکنه. اونقدر که با این شعاف‌هایی که میذارید صدای بقیه‌تون هم در آوردید. ما میگن که توی فلان عملیات عکستون کو، تصویرتون، بابا ما هنوزم کسی حق نداره با دوربین تو پست فرماندهیمون بره. خب من چه کار کنم؟ این آموزش ارتش است. شما نگاه کنید تو بقیه جهان برادران سپاه بسیج میرفتن، هر گروه یه فیلمبردار همراهش بود، مگه نبود؟ آخه سپاه همونه که هر حرکتی هم که میزنه فقط برای شعافه. کرونایاب مستعان میخواد معرفی کنه، پخش زنده میذاره. کارنوال راه میندازه برای سرکوب کرونا که فقط یک آهنگ پتومت کم داشت این صحنه. کلی تو بوق و کرنا کردید که بیمارستان صحرایی راه انداختیم برای کرونا که فقط چند تا تخت بود با یک بیلبورد بزرگ آرم سپاه پاسداران که آخرش حتی یه سرماخورده هم اون تو بستری نشد. بعد خود بیمارستان هم آروم آروم فید شد رفت. بیمارستان در راستای سیاست‌های سپاه به منظور پشتیبانی از مراکز دانشگاهی استان با 2 وضعیت و ظرفیت 200 تخت ایجاد شده. یا یه تپسنج حرارتی از چین گرفته بودید، بعد اومدید با چه علمشنگه‌ای تحت عنوان دستاوردهای سپاه به ملت غالب کردید، در حالی که تابلو بود که عین همون نمونه در فروشگاه آنلاین وجود داره. به همت جهادگران حوزه عرض بزرگ شما که بخش‌های مختلف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تولید شده در کشور بی‌نظیر، مشابه این رو نداریم. با این وضعیت اورژانسی که سپاه پاسداران توی همه زمینه‌ها داره، این سوال دوباره بولد میشه که اصلا برای چی باید این مملکت یک اختاپوسی به اسم سپاه پاسداران داشته باشه که فقط برای این مردم داره هزینه ایجاد میکنه؟ دشمن این انقلاب همه قدرت‌های بزرگ جهانی که میخوان سلطه‌گری کنن و این مردم میخوان آزاد باشن. این مردم میخوان از این دستاورد خودشون دفاع کنن، از استقلالشون، از آزادیشون دفاع کنن. سپاه و بسیج یه نهادی هستند برخواسته از خود مردمن و از برخواسته از خودشونه برای که از ابعاد مختلف اگر حمله میاد بتونن دفاع کنن. بابا آخه این انقلاب آخوندی که راه انداختید چه قده سرطانیه که از اول با همه سر جنگ داشته؟ 1 سال نگذشته بود سفارت آمریکا رو گرفتید، 2 سال نشده با عراق وارد جنگ شدید، بعد 8 سال جنگ رو کش دادید، بعد سفارت عربستان رو بگیر، سفارت انگلیس رو بگیر، به نفتکشا حمله میکنی، تو سوریه، عراق، لبنان، یمن مردم رو میکشی. چه مرضیه که با همه سر جنگ داری؟ بعد دشمن اول آزادی مردم قدرت‌های جهانی هن یا شمایید که دارید مردم رو سرکوب میکنید؟ 1500 شهید آبان رو قدرت‌های جهانی کشتن؟ نوید افکاری و مصطفی صالحی رو قدرت‌های جهانی اعدام کردند؟ قتل عام 67 چی؟ سرکوب 88 چی؟ اونی که توی کوی دانشگاه دانشجوها لوله میکرد مال قدرت‌های جهانی بود؟ حجاب اجباری رو قدرت‌های جهانی آورده؟ گشت ارشاد مال قدرت‌های جهانیه؟ بسته یا اختلاساتون هم بگم. ببین شما کاری با ایران کردید که مغول و تاتار با ایران نکرد. بی خود نیست که مردم میگن خواست مردم ایران اینه. سپاه پاسداران هم جز انحلال و نابودی هیچ درمان دیگری برش متصور نیست. وقت بخیر و بدرود.